سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله می‌فرماید عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. سبب نزول این آیات قبلا ذکر شد و این آیات درباره عبدالله ابن ام مکتوم نازل شده که او مرد نابیناست. نزد پیامبر رفت در حالی که پیامبر مشغول صحبت کردن با بزرگان و سردمداران و زعمای قریش بود و این سوره در مکه نازل شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغول دعوت اونا بود و با اونا در صحبت بود، زیرا او میدونست هر زمانی که بخواهد با ابن ام مکتوم میتواند صحبت کنه چون او مسلمان بود و میتواند با او زمان دیگر صحبت کنه. اما حالا پیامبر میخواست از این فرصت پیش آمده سود ببره. وقتی اونا نزدش گرد آمده بودند الله این آیات را نازل کرد، به خاطر که پیامبر به خاطر ام مکتوم صحبت خود را قطع نکرد. عبوس به معنی تغییر خوردن چهره به خاطر بدی چیزی است، چون ابن ام مکتوم رضی الله عنه از مشغولیت پیامبر صلی الله علیه و سلم با بزرگان قریش آگاه نبود. عبدالله آمد و نشست، نابینا بود و گفت رسول الله آنچه را که الله یادت داده را یادم بده. ای رسول الله قرآن را یادم بده. ای رسول الله. پیامبر را مشغول خود ساخت. در این هنگام کراهیه و اخمی که الله از آن یاد کرده در چهره پیامبر آشکار شد. اخم به خاطر اینکه او با این کار پیامبر را از دعوت نمودن بزرگان و زعمای قریش باز داشت. الله فرمود عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. یعنی تو فقط به خاطر گروهی مصروف نشو، همگی در دعوت به سوی الله برابرند. وما يدريك لعله يزكى. یزکا یعنی پاک شدن. برای همین زکات دادن یا دادن مال را زکات نامیدند، زیرا زکات مال را پاک می‌سازد. پس اگر کدام مکان تجاری داری یا مالی داری آن را به دست آورده ای، هر سال باید 2.5% آن را به بیرون زکات بدهی. حتی امکان داره که در این مال حقوق مردم باشه و تو ندانی، یا فریب باشه و تو خبر نداری، یا غیر مسائلی که ما آگاهی نداریم. پس اگر اینها با مال تو یک جای شده، برای که مالت را پاک بسازی زکات آن را میپردازی و مالت را تطهیر میکنی. الله میفرماید وما يدريك لعله يزكى. شاید سخنی را که این مرد نابینا از تو میشنوه او را بیشتر تزکیه و پاک کنه و او را به سوی بیشتر خیر سوق بده یا بیشتر نماز بگذاره. پس چرا از او اعراض مینمایی؟ وما فرمود يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ممکن است با این از آن خیری که آگاه نیست آگاه شود، اطاعت را حفظ نمایه. پس با این تذکر تو برایش نفع برسانی. باید بگویم برادران و خواهران، این هنگام رخ میده که دو گروه مردم نزدت بیاین، گروهی که نوع اجابت در اونا است و مخیر هستن و همچنان خیر و خوبی را دوست دارن، و گروه دیگر اساساً از خیر و خوبی روی گردان هستن و هیچ خیری را نمیخواین و نه توجه دارن. برایت گفته میشه که یکی از این دو گروه را به سوی اسلام دعوت کن. آیا تو این گروهی که اساساً انسان‌های مخیر هستن و عمل نیکو دارن، حتی مسلمان هم نیستن، اما با اینکه مسلمان هستن چیزای خوب را دوست دارن، مانند صدقه دادن به فقرا، کفالت یتیم، آزار نرساندن به مردم، در فطرت و سرشت سالمشان با عموم خیر و محبت دارن را دعوت میدهی، یا اونایی را که اصلا با خیر محبتی ندارن؟ در حقیقت باید به سوی کسی توجه نمایی که به تو توجه داره. شخصی که پذیرای خیر است و به سوی خیر توجه میکنه، مانند گلاسی که خالی از آماده این است که در آن آب قرار دهی. اما گلاسی که مملو است نیازمند این است که باید نخست آبش را بیرون بسازی و بار دیگر او را مملو بسازی و این تو را باید از آنچه که خالی است مشغول نسازد. الله میفرماید وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى. این بزرگان قریش که اصلا از تو روی برگردانند، أما من استغنى فأنت له تصدى تو به سوی او میروی. وما عليك ألا يزكى. ای دعوتگر، بر تو فقط لازم است که رسالت او را برسانی، بر تو لازم است خیر برای مردم برسانی. ای دعوتگر، نه که آنها چرا هدایت نمیشوند و باید هدایت شوند، این مربوط الله است. بر تو فقط لازم است که برایشان رسالت تبلیغ نمایی. بعد الله میفرماید وأما من جاءك يسعى ابن ام مکتوم نابینا وهو يخشى فأنت عنه تلهى. تو به اینها مشغول میشی در حالی که میتوانی کمی از وقتت را به عبدالله بدهی. بعد الله میفرماید إنها تذكرة. این تذکری است برای هر کسی که به سوی الله دعوت میدهید، تا اینکه به خاطر یک فرد مشغول فرد دیگری نشود و اینکه همه کوششت را در هدایت وزیر، رئیس و بالاتر از آن به مصرف نرسانی و ضعیفان و بینوایان و فقرا را رها کنی. همه اینها محل دعوت تو و ان شاء الله پذیرایان نیز هستند. السلام علیکم و رحمت الله.